سیب زمینی کیلو چنده؟ 50 تومن. ارزون شده؟ دست شما دارم. سفید چنده؟ سلام دوستای عزیزم، من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار بارانی سیاهکل. امروز پنجشنبه 28 فروردین ماه و ساعت حدود 10 صبح. این بازار از دو بخش محصولات محلی که توسط زنان زحمتکش روستایی عرضه میشه در نزدیکی میدان بسیج در ابتدای جاده دیلمان و بخش میوه و تره‌بار و سایر محصولات در خیابان ابوذر یا 16 متری تشکیل شده که چون بخش اول بسیار جذابه، ادامه توضیحات در مورد این بازار و ویدیو رو از دقیقه 10 به بعد برای شما عزیزان قرار دادیم. Abi iyi şort. Kanca.
bir tane diye onu hanım anam ama fal şeye gireyim. Fal Gohar ne hangi? sağ pulu pul. Aslan abi. Selamet başı. Kuni. Şuna dürbünü küçük. Mobil nerede? Ama قشنگ واضح شو میگه خبرنگاری یه برای خود تو میگه اینترنت میزنه باید دوستان خارج کشور آها بذارید یه برای عکس برام بگیر بفرمایید. اینجا اینا لوبیا کشاورزی آره؟ آره کشاورزیه این سری و سری پردوار محلی والنسیا پردوار محلی اونا 1 کیلو 60 و کیلو 20 60 حسن افزایی یه عدد 40 تو حسن افزایی این ماهی کل سیاهه؟ بله اون یکی سیلوره؟ سیلوره اونم کلچیا داره سیلوره هم اونم سفیده ها؟ سفیده های نه اون ماهی سفیده اون کابوره اون کلیه همه رقم داره سفیداش همه نره شاخداره نره نه شاخداره نه سفید سلامت باش. نیاز خانم همینجا نون رو گفت من فیلم نگیرم همین ورودی اونو گرم میزنه آره گوجه خیار 30 جوان گوجه خیار 30 جوان همین سرور مایی خمسه اومد. ده پرورشی قسم بگم یه طور قیمت بدون نه پرورشی کیلویی ستنبو الان 250 است آقای جدید مسعود یک خلال رسید ببینیم دندون معنی بازار هفتگی در سیاهکل در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشه که در دو بخش مجزاه. بخش اول رو که دیدیم بخش محصولات محلی صبح تا ظهر و بخش دیگه که شامل سایر محصولات مثل میوه و تره‌بار، خشکبار، گوشا هستش تا غروب ادامه داره. خلوتی این بازار به خاطر سرد بودن و بارونیه و همچنین اوج شلوغیش در تایم عصره. قیمت محصولات در این بازار به خاطر نزدیک بودن به روستا و بومی بودن بسیار مناسبه.
قبلا هم 2 ولاگ از این بازار در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر سیاهکل کانال میتونین پیداش کنید. شهر سیاهکل در همسایگی شهرهای لاهیجان، سنگر، آستانه اشرفیه، رودسر و رودبار قرار داره. فاصله این شهر از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت از جاده سیاهکل به سنگر حدود 44 کیلومتره. این شهر از شهرهای زیبا و خوش آب و هوای استان گیلان هم هست. جاده زیبای دیلمان جزئی از این شهرستان. خنکی و سرسبزی این جاده به همراه آبشار لونک سالانه مسافرها و بازدید کننده های زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر بازار محلی آبشار لونک میشه به آبشار بابا ولی، حمام تاریخی دیلمان، کاروانسرای زیبای تیتی در مسیر سیاهکل به دیلمان، قلعه گرمارو، قلعه کوترشاه، استخر و پارک پاشوران، پناهگاه سنگی گیلارکش، خانه عزودی و چشمه های آب معدنیش اشاره کرد. ولاگ های زیادی از جاهای دیدنی گردش در شهر سیاهکل و همچنین رانندگی در جاده های مربوط به اون رو در کانال قرار دادیم که همگی اونها در پلیلیست شهرستان سیاهکل کانال ما موجوده. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. جاده زیبای سیاهکل به دیلمان یکی از زیباترین جاده ها در فصل بهار و همچنین زمستانه که ولاگ رانندگی در هر دو فصل این جاده زیبا در کانال وجود داره. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای دیدنش و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این بازار، این هوا و این گردش لذت ببرید. ببینیم یا بانشه فرنگی ناموره هم بزد اصلا کاته دانی کاته اصلا نجاده ممنون متشکرم. مصطفی
اینا خارجی هن کاو کلم لبو همیش الحمدلله کاو کلم همیشه کاو دیگه کلگیشه اصلا هم شاید چای بهاری با 403 شوار اصلا مال 1404 یا 3 همشون همه 3-4 نیست. الان نیومد آقا مستقیم شاید بیشتر. اصلا ممنون سپاس. امروز چندم بود؟ این تو 8 هنوز نه این خالی باشه این چوچاقه این خالی باشه برگستی برنگی نیم کیلو 50 نیم کیلو 100 این حاجی هم که رفیق ماست سلام حاجی اصلا حاجی اسم این نوناتون چیه؟ کماج عزیزم. کماج اون لنگروده؟ کماج این چی کاکاه؟ اینا کاکای با کدو حلوایی آرد برنج گلاب بگی پول و آرد مخصوص قنادی. این کشتاه آه خیلی کشتاه این کشتاه میگن؟ اون کدو داره ارزم به حضور شما که تنورش هم آرد برنج داره آرد دست شما دمت زنده باشی اصلا نبود خوشحال شدی ممنون بادون ماستانه خسته نباشه کیلو چنده بادون؟ کیلو 180 کیلو 180 دشتم بایم شم بود خسته نباشه هنوز کامل نگه تقریبا 10:30 میاد بشه محصولات محلی ماست چکیده بادیش پنیر سیاه آب شوره کنه که افنی نابت کنی آب قدم طرف شوره کنه اشکال نداره ولی موقعی که خیلی بخوری نداره یه رو آب شیرین بازار تا غروبه اینا دیر میاد باقلا 50
باقل مهدی بابول بیار 60 تومن 65 این 40 تومن هم پنیر خیکی دارم این نشون میده هوا بعض بارم درگیره قربت برم یاری سلام بده آره من 4 به بعد با تماس بزرگی میرسم بلوست جاری یاری باید بسر شاهی خوش اول هم ولو 1 کیلو این بیزم ازتون پرورده 220 هاشمی درجه 180 سلاشه 130 اینم شور سیب پرتقال عالی سیب پرتقال عالی اصلا نباشه اینو برای شیرین خورش میده عطر زرده سیلسی میگم و عطر ماهی تازه بود این هاشانم سبزی سرخ کرده برای داشته‌باش قربونه خسته نباشه Musire kiere mai. Musire.
ماشین برمی‌دارم موتور برده بود چند تا خوب فرق یکی به بیایی صورتی و ضعیف هم نمیده صبحانه نیست 30 تومن 2 تا 50 این مای کفاله این سفید داره اون سفید کفال بالایی این چیه زالون روغنی زالون برای این سفید چنده 200 تومن اشبلدارشی و اشبلدارش هم دارم 1 تومن نه مایشور سفیده اونا مای سیلور داره اون پرورشی مایه آزاد پرورشی اونا چنده؟ پرورشی 250 ارزون تر بله
جلو از جلو باید این سبزی قرمه سبزی سبزی تازه شما اینم ترشه باش سیر فرار من باقلی واسه باقلاتو اول بازار